What is the difference between accrual basis and cash basis? چه تفاوتی بین مبنای تعهدی و مبنای نقدی در حسابداری وجود دارد؟ The accrual basis dictates that revenues be recognized when earned and expenses be recognized when incurred. مبنای تعهدی تاکید میکنه که درآمدها در حسابداری به محض تحقق یا کسب و تحصیل شدن و هزینه‌ها به محض تحمل باید ثبت و شناسایی شود. The accrual basis of accounting is considered to be in compliance with generally accepted accounting principles or GAAP. مبنای تعهدی در حسابداری در راستای در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری یا همون GAAP هست. The cash basis of accounting dictates that revenues be recognized when the cash is actually received and that expenses are recorded when the cash is paid. مبنای نقدی در حسابداری تاکید می‌کند یا الزام دارد که درآمدها در زمان وصول و هزینه‌ها در زمان پرداخت شناسایی و ثبت میشن. When the cash is actually received, when the cash is paid، یعنی زمانی که درآمدها واقعا دریافت شده باشن، وصول شده باشن و در هزینه‌ها هم زمانی که پرداخت شده باشه. یک اصل مهم هم در مبنای نقدی هست که میگه هر دریافتی، هر وصولی درآمد و هر پرداختی هزینه. حالا اینکه کجا میگیریم کجا میدیم اینا خیلی مهم نیستش. و این نکته هم بگم که مبنای نقدی در راستا و در انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری نیست.